بچه‌ها سلام. قبل از شروع ویدیو بهتون بگم که همین پنجشنبه ما یه ویدیو جالب و خیلی خفن داریم که خیلی ویدیوی خفنیه. به عنوان کسی که یادم ویدیوی باحال دوبله فارسی رو آورده تو یوتیوب فارسی، حرفمو قبول کنید که 100% خوشتون میاد. پیشنمایش یا تریلرش هم همین الان تو کانال هست، لینکشو میذارم اینجا یا اینجا، میتونید برید ببینید. و حتما همین الان زیر همین ویدیویی که الان دارید میبینید یه زنگوله وجود داره که لطفا روش کلیک کنید و بذاریدش روی همه یا آل تا وقتی یه ویدیو جدید منتشر میکنیم اولین کسی باشید که یوتیوب بهتون اطلاع میده. خیلی خب بریم سراغ ویدیوی امروز. کشور رومانی یکی از بزرگترین معادن نمک دنیا رو داره که امروزه تبدیل شده به یه جور شهر زیرزمینی. تو ویدیوی امروز مستر بیست و چند تا از یوتیوبرها قراره برن و یه هفته تو این شهر زیرزمینی بمونن. بریم ببینیم تو این شهر زیرزمینی واقعا چه خبره. ما قراره 7 روز آینده رو تو این شهر زیرزمینی خفن بگذرونیم. چطور همچین جایی وجود داره؟ شاید به نظر بیاد که این شهر مال آینده است، ولی در واقع این شهر توی معدن قرار داره که قدمتش مال 1000 سال پیشه و کسی چه میدونه تو تالارا و تونلای پیچ در پیچش چی در انتظارمونه. این پله ها ما رو میبرن پایین به سمت شهر زیرزمین. قدمت این پله ها چقدره؟ مطمئناً سنشون از ما بیشتره. خب حالا که اومدیم پایین بچه‌ها ببینید سقفش چقدر بلنده. ما الان تقریبا 120 متر زیر زمینیم و اینکه چرا این شهر وجود داره باید بگم فقط خدا میدونه. تو جنگ جهانی دوم وقتی رومانی داشت بمبارون میشد هزاران نفر از مردم اینجا پناه میگرفتن، ولی خب الان فقط چند تا یوتیوبر اینجا. چیزی نگذشت که یه جای خوب واسه موندن پیدا کردیم. اینجا به نظرم خوبه. رئیس تویی، ولی وسایلمون هنوز اون بالاست. حالا که پایگاهمون مشخص شد بعد میرفتیم وسایلو میآوردیم و از اونجایی که یوتیوبر جماعت یه خورده مشکل گشادی داره گفتیم اینجوری ببریم پایین. وای چه خفن، واقعا راه خوبیه. خب وسایلا رو از آبم در آوردیم. البته که خوراکیای مورد نیازمون هم با خودمون آوردیم. نفری یه کیف شخصی هم داریم. کار تو کیفت چی داری؟ بیا مال یکی دیگه رو ببینیم. آره خلاصه. حالا میدونید جالبیش کجاست؟ ما هنوز هیچ جای این شهر زیرزمینی رو ندیدیم. یه عالمه تونل تو محوطه اطرافمون هست و حتی شنیدم یه تالار وجود داره که از اینی که تو شیمم بزرگتره. کجا؟ اما چیزی که بچه‌ها نمیدونن اینه که تو شروع هر روز جدید من یه یوتیوبر میارم تا با همون این تونلا رو بچرخه. ولی واقعیت اینه با زیاد شدن تعداد یوتیوبرها اوضاع حسابی قاراش میشه. که تازه اومدی بهتره امشب یکم زودتر بخوابیم چون فردا یه سورپرایز خیلی بزرگ براتون دارم. چه تهدیدآمیز. روز اول تو این شهر زیرزمینی خیر گذشت، فردا میبینمتون. صبح بخیر. خدا روزی که نکوست از عربده‌اش پیدا. اولین کاری که کردیم همگی رفتیم پیش آسانسور واسه سورپرایز امروز. از امروز به بعد هر روز صبح یه یوتیوبر معروف قراره به جمعمون اضافه بشه. مهمون ویژمون که داره از سطح زمین به عمق میاد کسی نیست جاز جیدیان. اینجاست. به شهر زیرزمینی خوش اومدی. این واقعا یه شهر پسرات چرخ و فلکم داره. تازه این همش نیست، ما هنوز از این پله ها بالا نرفتیم و فقط خدا میدونه که قراره ما رو کجا ببره. وای بچه بیاید بالا، لیزر بیم یه خورده از ارتفاع میترسه. چرا با من این کارو میکنی؟ داداش امروز باید به ترست غلبه کنی. وای خدای من چطوری انقدر آرومی؟ داداش اگه قرار باشه بمیری میمیری دیگه، نگران چی هستی؟ وای خدا. خب اینم یه فانوس که بتونیم باش بریم جستجو. الان بیشتر احساس امنیت میکنم. حالا خیلی هم خوشحال نشید چون چیزی نگذشت که ما این در عجیب غریب رو پیدا کردیم. نوشته ورود ممنوع. ماما چه نوعی آخه؟ ای وای کار داداش چی کار می‌کنی؟ پلکو پلام. وای من میرم ببینم چی. نرو. وای نه. بچه‌ها انگار امنه. انگار خبری نیست. مطمئن این کسی این پایین زندگی نمی‌کنه؟ تا نریم داخل که نمیفهمیم. انگار اینجا رو یه عالم روح تسخیر کردن. وای من. بچه حالا من نمیدونم این منطقه چقدر ورود ممنوعه، ولی بعضی وقتا اگه یه جایی ورود ممنوع باشه واقعا و تو بری اونجا و ویدیو بگیری، پلیس ممکنه حتی اجازه انتشار ویدیو رو بهت نده. آریا کیوکسر دقیقا همین اتفاق واسش افتاد، رفت یه جای ورود ممنوع و ویدیو گرفت و پلیس کانادا بهش زنگ زد گفت که داداش ویدیو رو پاک کن و اونم مجبور شد پاک کنه. ولی خب اینجا احتمالاً اونجوری نیست چون ویدیوشو داریم میبینیم دیگه. وای من. یا رو این چوبای یه تابلو بوده که روش نوشته ورود ممنوع و یه نفر کندتش. اصلا همینطوره. یا ممکنه فقط دکوری باشه. من که میگم دکوری ان. بیاید بریم. نگاه اصلا هم ترسناک نیست. بچه‌ها گوش کنید. تو 1000 سال گذشته از این معدن نمک استخراج میشه. اینم یه مستر بیست شکول با طعم نمک دریایی. نظرتونه که یکم نمک اضافه بزنیم بهش از دل طبیعت؟
وای خیلی خوب بود. بعد از گذشتن از کلی پله، این پله ما رو کجا میبره؟ خدا اگه بدونم. و رفتن به جاهایی که احتمالاً نباید میرفتیم. اینجا نوشته وارد نشید. یعنی چی؟ کارل دستتو اینجوری بگیر. کارهای سخت میخوای؟ نه احتمالاً نکنیم بهتره. با اینکه این تونلا حسابی خوف